ستایش خداوند بخشنده را که موجود کرد که از عدم بنده را و درود خدا بر پیامبر گرامی اسلام و یارانش باد و بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی، در برنامه گذشته در اطراف فضیلت صحابه چند صحبتی داشتیم و انشاءالله امروز در اطراف شناخت صحابه و صحابه کی را می نامند انشاءالله صحبتی کوتاه خواهیم کرد. صحابه یعنی کی؟ صحابه همنشین پیامبر. صحابه کی را می نامند؟ نفری که همنشین پیامبر است، نفری که با پیامبر صلی الله علیه و سلم یک صحبت آراسته است و مشرف گشته است که با پیامبر صلی الله علیه و سلم چند صحبت کرده باشد و اگر که چند کلمه کوتاه هم که باشد. یکی از تعریف های زیبایی را که امام ابن حجر عسقلانی در شناخت صحابه می‌فرماید، میگوید صحابه کیست؟ صحابه نفر است که من لقی النبی صلی الله علیه و سلم مؤمنا به و مات علی الاسلام. صحابه نفر است که ملاقات کرده با پیامبر صلی الله علیه و سلم، دیدار کرده در حالی که مؤمن است و به همین ایمان خود تا به آخر، تا به مرگ استوار مانده و از دنیا مسلمان گذشته. همین را می نامند صحابه. و چند شرط هایی که در داخل این تعریف است که در این دیگر شرط نیست که نفری که با پیامبر صلی الله علیه و سلم واخوری کرده باشد، شرطش این نیست که از پیامبر آیا روایت کرده باشد یا نکرده باشد، این دیگر شرط نیست. و باز هم نفرانی که چشمهاشان نابینا بودند در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم لیکن با پیامبر صلی الله علیه و سلم صحبت داشتند، اگر چندی نتونستند پیامبر گرامی اسلام را دیده باشند اما از صحبت پیامبر صلی الله علیه و سلم استفاده کردند، مانند عبدالله ابن مکتوم. این هم در حکم صحابه را میگیرد، یعنی با یک عذر نتوانستند که دیدار پیامبر صلی الله علیه و سلم مشرف شوند اما از صحبتش استفاده کردند. این هم در حکم صحابت داخل می شود. و این بود یک کوتاه قصه تعریفی که حضرت امام ابن حجر عسقلانی کردند. و این که صحابه را شناخته باشیم که اینا میتونیم گفت که قهرمانانند در رسانیدن دین خداوند برای امت اسلام، برای هر یک امتی که امروز در دنیا هست. از حیات این صحابگان، از خدمت این صحابگان گرامی استفاده میکنند. اگر ما در اطراف علم تفسیر نظر بکنیم، تفسیر قرآن کریم، حتما که می رویم به سراغ عبدالله ابن عباس، یکی از کبار یعنی کلانترین بزرگترین مفسران قرآن. و اگر در اطراف حلال و حرام نظر بکنیم میریم به سراغ حضرت معاذ ابن جبل که پیامبر صلی الله علیه و سلم او را داناترین نفر در اطراف حلال و حرام دانستند. و اگر در اطراف شجاعت و در اطراف خدمت در اسلام میتونیم رفته باشیم به سراغ حضرت علی کرم الله وجهه که اینقدر شجاعت و غیرت داشتند. و اگر در اطراف صدق نظر کنیم، راست قولی و راستگویی، می رویم به سراغ حضرت ابوبکر رضی الله عنه که در بالاترین مرتبه صدق قرار دارند. خلاصه صحابه یک نقطه دیگر است که دانسته باشیم که صحابه گرام یعنی صحابه بودن با کسب به دست نمی آید. یعنی یک نفر اگر هرچند علمی زیاد هم خوانده باشد، هرچند تقوی زیاد هم کرده باشد، مرتبه صحابه را گرفته نمی تواند. زیرا صحابه و بعد از صحابه هم که دو عصر دیگر تابعین و تبع تابعین نام دارند، اینها را خداوند انتخاب کرده و برای امت هدیه کرده. هر نفرم اگر هر چند تقوا و علم و دانش هم آموخته باشد،
در برابر صحابه قرار گرفتن نمیتواند، زیرا این یک نفرانی بودند که خداوند اونها را انتخاب کرده و برای امت اسلام هدیه کردند. این بود یک کوتاه شناخت ما در اطراف صحابگان گرامی که خداوند از یکایک ایشان راضی باشد و هر یک شما را به خداوند متعال می سپارم تا برنامه های بعدی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.